والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و شنوندگان گرامی و ارجمند در کدام شبکه هستید، اینستاگرام یا که یوتیوب یا که در که جایی نباشید که مرا میشنوید، نصیحت برای من، برای خودم و برای شما: عقیده را آموزید. عقیده را آموزید. عقیده از چی عبارت است؟ توحید الله عز و جل. توحید الله که این مهمترین چیز است در دین اسلام و اساس دین است. همه چیز به همین برپا می شود، همه عملات به همین قبول می شود، به همین عقیدت، به توحیدت. توحید که نداشته باشی، اگان عملت قبول نیست. روز قیامت همه عملت، شرکی کردی همه عملت برباد می رود. خودنمایی که کردی برباد می رود. کفر که ورزیدی برباد می رود. برای همین انسان باید توحید الله بداند، توحید به هر سه قسمش بداند، هم به الوهیتش و هم به ربوبیتش و هم به اسماء و صفاتش. اسماء و صفات، وقتی که انسان توحید اسماء و صفات که میداند، نامها و صفاتهای الله که میداند، به الله نزدیکتر و نزدیکتر شناس می شود، به الله معرفت و دانش پیدا میکند. چه قدری که الله تو دانستی، به اون نزدیک میشوی. چه خیلی که خیرتمندانی از گذشتگان ما میگویند چه قدری که الله هم میشناسی، همون قدر الله دوست میداری. چه قدری که معرفت و دانش پیدا میکنی به الله، همون قدر دیگه به اون نزدیکتر و او را دوست میداری. برای همین انسان باید عقیده را آموزد. عقیده را که آموختی، الله هم میشناسی. کیست؟ چه قدرت دارد؟ چه علم دارد؟ همه گپ تا میشنود، میبیند ترا، رفتار و کردار تا خوب میکنی. وقتی که بدانی که الله ترا میبیند، الله شنواست، میشنود هر یک گپی ترا، الله بیناست، میبیند، عمل الله قبول میکند، پس عمل خالص میکنی برای الله. برای همین خیلی گپ زیاد است، ما خلاصش میگیم. برای همین برادران و خواهران ارجمند و شنوندگان گرامی، گوش دهید درسای عقیده را. باور کنید برای خودتان است، برای فایده خودتان. همه این سخنان برای فایده خودتان است، برای ضررتون نیست. برای همین قصه های بیهوده، جنجال های بیهوده، اختلاف های بیهوده را گوش ندهید. نه اختلاف، نه جواب و ردیه، نه قصه های بافته که هر کس نقل میکند، برای شما فایده نمی بخشد. مهمترین چیز عقیده است. انسان عقیده اهل سنت که دانست، دیگر عقیده اهل سنت که دانست، به کدام اساس، به کدام راه عقیده اهل سنت میداند؟ به گوش کردن و خواندن و فهمیدنش. وقتی که عقیده اهل سنت انسان که دانست، فهمید، دیگر عقیده هایی که خلاف اهل سنت است و یا را جدا میکند، فرق میکند که کدام عقیده باطل است و کدام عقیده درست است. برای همین برادرای گرامی، به الله نزدیک شوید، عقیده را آموزید، توحید آموزید. به همه نازکیاش واجب است، اساسیات دین واجب است آموختنش. برادرای گرامی، چیزای بیهوده را گوش ندهید. همه خیلی دیگر شناختن پیغمبرش صلی الله علیه و سلم به چی می شود؟ شناختن پیغمبرش به دانستن محمد رسول الله. کیست محمد علیه السلام؟ آیا وی فرستاده است تمام؟ یگان حق و حقوقی ندارد در بالای ما؟ گوش دهید درس ها را برادرای گرامی. درس هم کردیم که محمد رسول الله کیست و چی متطلبات دارد و چی را طلب میکند از ما. همه اینا درس دادیم برادرای گرامی. همون شناختن پیامبر به چیش می شود؟ به سیرتش. شناختن پیامبر به سیرتش می شود. سیرت پیغمبر آموزید. درس هم داریم درباره عقیده، درس هم داریم درباره سیرت پیامبر. گوش دهید. معانات و آزار و عذاب کشی که در راه دین پیغمبر کرده است، آنها را گوش دهید. پیغمبر این را بیهوده نکرده است. پیغمبر در راه دین جان فدا کرده است. برای کی؟ برای دین برای ما برسد. نخواد ما یک درسی که 30 دقیقه است و گوش ندهیم
که درباره بهترین خلق می رود چرا آموزیم، بشناسیم پیامبر، دوست داریم پیامبر. واجب است دوست داشتن الله و رسولش، واجب است. از همه باید ما بسیارتر از نفس خود باید بسیارتر دوست داریم. برای همین برادرای گرامی ما باید عقیده را آموزیم، به هر یک قیل و قال و گپای سفسطه گوش ندهیم. مهم تا همان لحظه ای که جان در بدن داریم ما باید درس را گوش کنیم، علم دین آموزیم، قرآن و سنت آموزیم، قرآن بفهمیم الله چی میگد ما را. درسای قرآن هم است، ترجمه قرآن هم است، حدیث های بخاری مسلم هم هست، همه درسان بودهاش هست، همه آماده است. فقط گوش دهنده در کار که گوش دهد. برادران گرامی، خواهران عزتمند، پدران و مادران، درس باور کن برای شماست، از ما رساندن است، از ما رساندن است. برای همین هم نصیحت برای شما هم برای خودم که به دین چنگ زنید، به عقیده اهل سنت چنگ زنید، عقیده اهل سنت آموزید که راه بسیار تاریک است، کج و کلیب است. علم نور است که شما را میبرد با همون راه کج و کلیب و با همون چخوری و غاری که از اون بگذرید. نور است، علم نور است، روشنی میکند راهتان، راه حیاتتان روشنی میکند. برادران و خواهران عزیز، از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.